سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل مالتان گیمینگ. امروز اومدم با آموزش فارم شوگرکن که خیلی در ماینکرافت لازمه و باید این فارم داشته باشید برای کاغذ یا همون پیپر واسه ترید با ویلیجرها. خب وقت رو ندیم، سریع بریم سراغ ویدیو. نمیخوام ویدیو زیاد طولانی بشه. ویدیو رو لایک کنید و اگه دوست داشتید که فارم‌های دیگه رو بهتون آموزش بدم حتما چنل رو سابسکرایب هم کنید. خب بریم سراغ ویدیو. اول از همه یه جایی واسه این کار پیدا میکنین، جایی که خوب باشه به اندازه 16 و 5 Why your team in World Cup? No. باشه. 16 6 باشه هم مشکلی نیست، 16 و 5 باشه خیلی خوبه. خب از اینجا میکنیم تا 16 تا. خب بریم اینو که کندیم یه آب از این بر میذاریم و یه دونه آب هم از این بر تا وسط بیاد. خب وسطمون اینجاست، دوتا از اینجا رو میکنیم تا بتونیم اون چست یا که جعبه خودمون رو بذاریم با هوپر. هوپر همون چیزیه که چیزا رو میاره تو جعبه. درود به مرام، درود به عظمتت، درود به بزرگیت، به جسارتت، به شجاعت. خب اینم از جعبه. بعد این هوپره رو اینطوری از پشت میزن، پشت جعبه میذاریم که میگن خورشید پشتش به ماست. تا حالا میدونستی؟ نه. پشتش به ماست. اگر آب وقتی اون شوگره رو آورد داخل این مستقیم بره تو جعبه. خب این شوگره رو تا جایی که آب است میکاریم. شوگره رو که کاشتیم بعدش این شکلی در میاد. خب بریم پشتشو یکم تزیین کنیم. اولین یه چند تا سنگ بردارید اینجا رو بزنید تا یکم لولش بالاتر باشه. هر سنگی باشه مشکل نیست. بعد از اون پستونا رو میذاریم. پستونا رو جوری بذارید که صورتشون این ور باشه، مثلا شوگرکینا طرف شوگرکینا باشه. خب اینا رو که گذاشتیم به این شکل در میاد و میریم بالای این یکی که ابزرور رو بذاریم. ابزرور جوری باشه که صورتش به اون بر باشه، ولی اول باید یه لاین دیگه از سنگ اینجا بذارید. ابزرورها رو اینجوری صورتشون به این بر باشه، صورتشون به اون بری که شوگرکین است اون بر باشه. خب بریم اونها رو هم بزنیم، اون دیگه ابزرورها رو. خب اینم از این. بعد اینا رو که زدید بعد همه رو با هم دیگه کنکت کنید یا وصل کنید. خب ردستون رو بر میداریم اینجوری پشت سر همه اینا باید اینجوری ردستون بذارید. خب همه اینا رو که گذاشتیم حالا دیگه فارم شوگرکین ما آماده شد. دیگه کار دیگه نداره، فقط همین قدر. یه فارم ساده و خیلی ضروری هم هست واسه این کار. اینجوری که یکی میذاری بعد اون یکی بذاری خودش اتوماتیک وسطیه رو میزنه و قطع میکنه میاد پایین. کنارش رو همشو گلاس میذاریم یا همون شیشه. اگه مابی یا چیز دیگه گاوی یا گوسفندی چیزی نیادیم داخل تا کارمونو خراب نکنه. خب اینا رو هم بذارم گلاس رو بهتون میگم به چه شکلی در میاد. خب اینم از فارم شوگرکن که خیلی ضروریه واسه ترید و واسه کاغذ خیلی ضروریه که کاغذ جمع کنید. و این که توی یه ساعت چقدر بهمون میده باید اینجا منتظر بمونم تا بهتون بگم که تو یک ساعت چقدر شوگر بهمون میده یا همون شوگرکن بهمون میده. خب یکم منتظر میمونم تا یه ساعت ببینیم چی میشه. 1 hour later. خب با گذشت یه ساعت میبینیم که خیلی از این شوگرکین‌ها این کنار افتادن و امیدوارم که داخل جعبه هم چیزی رفته باشه. ببینید که خیلی ها اینجا افتادن.
خب برای اون که نمیتونم کاری بکنم، ولی در آینده یه فارم بهتر بهتون میگم که بزرگتر باشه. خب بریم سراغ اینا. اوه مای گاد، اینجا رو ببینید. من فکر کردم این کم میاره ولی خیلی زیاده آورد. تو یه ساعت یه جعبه پر کنه که خیلی عالیه. خب اینم از این. خب دوستان این بود یه فارم کوچیک از شوگرکین که واسه اول کار خیلی ضروریه، ولی بعدن یه فارم دیگه بهتون نشون میدم از فارم شوگرکین که بزرگترش هم است و در اون فارم اینو که یه ساعت این جعبه کامل کرده، اون فکر کنم توی یه دقیقه یه جعبه پر کنه. برای اینکه اون ویدیو رو از دست ندید حتما چینل رو سابسکرایب کنید و از انگوله کنارش رو هم بزنید. خب تا یه ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. باز منتوار.